تقویم ملی ایمونیزاسیا در جمهوری تاجیکستان این نقشه ایمونیزاسیا کودکان می باشد که رعایت آن به خطری بی‌نهایت زیاد و حمایت از بیماری‌های سیرایتی را تامین می‌نماید. واکسین‌ها کودکان را از 13 بیماری‌های سیرایتی گوناگون محافظت می‌کنند و واکسینه ضروری را سریع وقت گرفتن خیلی مهم است. جدول ایمونیزاسیا در نتیجه تجربه بسیار ساله و گذراندن تحقیقات‌ها وابسته به بی‌خطری و ثمره بخشی آنها به دست آمده است. نوابسته از آن که امروزها در تمام دنیا مهم بودن واکسینه را می‌دانند، حالا هم در بسیاری از منطقه‌های جهان سبب‌های ایمونیزاسیا نشدن کودکان وجود دارد و جمهوری تاجیکستان استثنا نیست. سلام عرض می‌کنیم به کلی بیننده‌های تلویزیونی ولایت سوخت و هواداران تاک شوی طبیبی اویلوی ما. در استودیو با شما نسیم عبدالزاده و برنامه این نوبتی را پیشکش شما می‌گردانیم و موضوعی که امروز ما می‌خواهیم که با متخصصان و طبیبان مطرح نماییم این بیماری‌های توسط ایمونیزاسیا اداره شونده محسوب می‌یابد. با ما باشید. خب قبل از همه چون الان ما مهمانان رو به استودیو خیر مقدم می‌خوانیم، نخست سوال چین است بگویید که با انامین نامگویی 13 بیماری هایی که گفتیم که توسط ایمونیزاسیا اداره میشن کدام نمودی بیماری ها وارد می‌گردند؟ امروز در جمهوری تاجیکستان موافق تقویم ملی بر ضد بیماری سرایتی 13 بیماری پیشگیری شده است. از آن جمله وقتی که کودکان تولد شدند در تولدخانه ضد بیماری زردپروین B، ضد بیماری فلج ایمونیزاسیا میگیرند و ضد بیماری سیل. بعد از آن کودک زینه به زینه گرفته میگیرد ایمونیزاسیا موافق تقویم ملی. در 2 ماهگی ما میگوییم واکسن پنتاولنتی. این معنی دارد که 5 نمود واکسن در یک آمپول جایگیر شدگی میگیرم. اونجا میدارد بیماری گلوزیندونک، سولفای کبوتک، باز هم اونجا میدارد هپاتیت B، کوزوسی نوزادان همه با میگیرند. بعد از آن این واکسن پنتاولنتی 2 ماهگی گرفت، بعد 1 ماه، 3 ماهگیش به 4 ماهگیش میگیرد. بعد از اون همه وقتی 1 سالگیش به کودکان میگیرند ضد بیماری پولیومیلیت. هم 2 ماهگی 3 ماهگیش میگیرد، هم 1 سالگیش به بر ضد فلج میگیرد. یعنی کودکای ما تا سنی 1 ساله شدنش البته بر ضد یک چند بیماری ایمونیزاسیا میگیرد که این انچه فایدهش کلان. در سنی 6 سالگی کودکان میگیرند باز واکسن میگوییم SPG2 سرچه بناگوشه گلافشان که 6 سالگیش میگیرد وایه دویم حساب میشه. اگر یکم وایه 88-90% محافظت کند، وقتی که دویم وایه وارد کنیم اگر 98-99% تی پیشگیریش با قوت‌تر میشد، یعنی حمایش کلانتر میشد. باز هم 1 سالگیش میگیرد بر ضد بیماری فلج. باز قید کردن لازم است که سال به سال ما واکسن‌های نو وارد کردیم. من واکسن درون روی کودکان وارد کرده بودیم، ضد دیاره کودکان درون روی کودکان، ضد ورم شش پنیمونی میگوییم وارد کردیم و من 3-4 سال باز ما سال برسودیم. سال 2025 در جمهوری تاجیکستان البته با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان وارد شد واکسن نو ضد سرطان گردنکی بچه‌دان که ما گذراندیم ایمونیزاسیا به دخترک‌های از 10 ساله تا 14 ساله. الان از سال 25 سر کرده دخترچه‌هایی که 10 ساله شدن موافق تقویم ملی 10 سالگی بر ضد سرطان گردنکی بچه‌دان ایمونیزاسیا گرفته میگیرم. البته این یک بسیار کاری مهم بود. ما همین وارد کنیش نزدیک 15 تا 20 سال نگاه کردیم سازیم گویما میشد، چون که واکسن کم میبرد. این واکسن یک دولت اختراع میکند آمریکا و یک چند فیلیالاش 2 دولت دیگه با برای همین نوبت ما شکرمانه رسید که ما همین وارد کردیم. این بسیار آینده با برای نسل سالم نگاه داشتن البته فایدهش کلان. از طبیب صحتشناس پرسیدنی هستیم که کدامی از همین بیماری هایی که آن کس نامبر کردم از روی رده‌بندی گویم اگر در جاهای نمایان قرار دارد. айни ҳол дар ҷойҳои намоён бисёртар бемориҳои сурхча, ҳозир гуфтем бемориҳои эпидпаратит, яъне бемори баногӯшак, баъдан бемориҳое ки ҳозир чунон гепатитҳо. лекин аз сабаби он ки мунтазам
منتظم از بالای همین ایمونیزاسیون کار میکنن پهنشوی این بیماری ها هم نهایت پس گشته است لیکن گرچنده پهن شده باشد هم بیمارشوی کودکان حالا جای دارد با سبب های آنکه با سبب های گوناگون با سبب های بیماری باشد با سبب های دیگر گوناگون باشد که آنها امکانی را نمیگیرند و میتوانند به این بیماری دچار گردند. تشکر زیاد. و من بگویید که همین مراسمی امگذرانی یا اینکه ایمونیزاسیون واکسن چگونه صورت میگیرد در کدام مؤسسه های طبی یا اینکه در جای استقامت مرکزهای سلامتی شهروندان یا که پدر و مادران در کجا میتوانند چنین واکسن ها را بگیرند برای فرزندانشان؟ واکسینه گذرانی از روی جدولی که تصدیق شده است میگذرانیم. هر روز اتاقهای سوزن گذرانی برای واکسینه تیار آماده هستند برای قبول کودکان. از روی تقویم پدر و مادر کودکش رو به مرکز سلامتی رفته بعدی معاینه دکتری اویلوی به واکسینه گذرانی می رود. یعنی طبیبانی اویلوی هم میتوانند به شهروندانی که در منطقه خود قرار دارند توسط زنگ تلفنی ممکن است تلفن کرده دعوت کرده میتوانند؟ بسیارتر در منطقه ها همشیره‌های اویلوی رفته خبر گرفته به مرکز سلامتی دعوت میکنند بعد واکسینه میگیرد کودک بعد معاینه دکتری اویلوی. خیلی خوب، تشکر زیاد. خب ما میدانیم که بیماری سرخچه بسیار هم بین خلق علاقه معمول شده است و گرچنده که نوابسته از سن سال یا اینکه در تا یک سالگی کودک میتواند به این بیماری گرفتار شود. خودی همین بیماری چگونه است؟ چگونه ظاهر می شود؟ علامت هاش چگونه است بیماری سرخچه را؟ بیماری سرخچه این بیماری ویروسی است و پهنشوی آن تیز می باشد. اساساً با واسطه هوا پهن می شود. از شخصی بیمار به شخصی سالم می گذرد و از این سبب با علامت های پیداشوی زهرالودی بدن تسکنی و بعد از یک یا دو روزی این علامت ها پیدا شدن بعد از پیدا شدن پیسه ها نیز به مشاهده می رسد. در این حالت باید که به دکترانی اویلوی یا دکتری بیماری سیرات بیمارخانه مراجعه نماید و موافقی این علامت ها یا طبابت یا زیر نظارت آنها باید قرار گیرد و هنگام مشاهده کردن این حالت ها هر یک پدر و مادر باید که البته به دکتر مراجعه نماید و موافقی طلبات هایی که دکتر پیشنهاد می نماید باید اجرا کند. یعنی بیماری سرخچه از دیگر بیماری ها فرقیت دارد در داخلی خانه با اصول های خود طبابت کرده نمیشه ممکن است. ناممکن است. خیلی خوب، چون که همین چیز را والدین ها باید که به اعتبار بگیرن وقتی که کودکشان تحصیل میکند یا اینکه صوفه میکند در حال با نورافینیا یا مکالتینیا یا یگان چیز با همین ترس میخواهند که معالجه کنند فرزندشان را، لیکن باید که از تشخیص گذرد که بیماری سرخچه است. البته باید که از تشخیص گذرد یکم این معاینه دکتر بعدا تشخیص های علاوگی گذرانده می شود. چیکاری که دکتر گفتم بیماری سرخچه این تیز پهن شونده برای همین حاضر پرابلم ما در چیست؟ ما یک معمای کلان داریم. کودک بیمار شد دکتری منطقه یا همشهری طبی منطقه خانه به جیغ نمیزنم. کودک میگیرن میبردارن مرشودکه و اتوبوس بشته پلیکلینیک میبرن. و کودک اگر بیماری سرخچه باشد چند کس در تماس میشد. انا همین حاضر ما با پرابلم من مراجعت میکردم با پدر و مادران که کودک تست کند کنجکتیویت چشمش سرخ شود آبای چشمش رود یا میگیم که رینیت وای باشد آب بینیش رود سلفه کند حرارت بلند باشد خانه و خواننده دکتری منطقه جیغ زده مراجعت کنند همونو باید دیده کنم. اولش که ویروس عموما بسیار طبیعت و طاقت آور نه. مابین 3-4 ساعت ویروس فعالیت بیمار کنیش گم میکند. هیچ غم نه اگر خانه بشنوند دکتر جیغ زند هر زمان آینک شده خانه هواش تازه کرده ایستاد دیگر جواب نبرد دیگر کس بیمار نمیشد. حاضر پرابلم ما همین. حتی تجربه نشان داده است که از شهر نویا کودک براشته و مشروطگاه بین شهری بشته به بیمارخانه صورتی آوردوسیان یا بیمارخانه بچگانه با. البته این پرابلم باید که حل شود. همین دکترها باید طبیبان به اعتبار گیرند.
خیلی خوب خیلی معلوماتی خوب و پیشنهادی خوب هم هست میخواستیم که از نماینده مرکزی دولتی نظارتی سنتر اپیدمیولوژی در این بابت یک چند معلومات گرفته باشین بهاگذاری شما چگونه است از روی نظرسنجیتون کدام بیماری ها بیشتر اوج گرفته ایستادند بیماری سرخچه و دیگر بیماری که گفتند با واکسین میگیرن یکی هست بیماری با یعنی که اداره شونده میگن و اداره نشونده خوشبختانه بیماری سرخچه و اون 15 نمود بیماری که گفتن با واکسینی که میگیرن همه اونها بیماری اداره شونده میگم زیرا که وقتی که شخص یا که همون نفر واکسین رو قبول کرد و الکی بیمار نمیشد و ما میتونیم که درانه محیط بیمار رو اداره کنیم بنابراین بیماری اگر سرخچه رو ما در نظر گیریم این نه تنها در تاجیکستان در آسیا مرکزی بلکه در تمام دنیا در اروپا و دیگر منطقه‌های جهان گیم 3-4 ماه اخیر انمین زیادشوی به قیدگیری انمی حالت‌ها به نظر رسیده ایستاده است و از روی انمین تجربه از روی حالت‌هایی که شده ایستاده است معلوم می‌گردد که زیاد از 50-55% حالت‌ها این کودکانی که تا به سن 1 ساله میباشند یعنی که تا حال به سن قبول واکسین سرخچه نرسیدند بله اینا باید به نظر گیریم و باقی مانده حالاتایی که است 15-20% حالاتای دیگر این شخصاتی که الکی از واکسین رد کردند یا قبول نکردند با سبب‌های رد کردن پدر و مادر یا که بیماری عذر نگوییم قبول نکردند که شخصان کودکان اساساً به این بیماری گرفتار شده ایستادند بنابراین باید گفت که قبول واکسین یگانه راه پیشگیری از این بیماری هست و چخیلی که در بالا گفته گذاشتن هست این حالتایی که مردم به نظر نمیگیرن زیرا گفتیم این زود پنهان شونده است یک شخص میتواند که در یک محیطی که زندگی میکنه مخصوصا مثلا در باغچه یا در مکتب الکی همه نفرانی که در همین اتاق مثلا نشستن و شخصانی که واکسین نگرفتن الکی خطری گرفتار شدن به این بیماری دارند برای که این زود پنهان میشود و زود شخصی که واکسین نگرفته است یعنی به این بیماری یعنی که حساس میباشد قبول میکند این بیماری را و در این حالت حتما وقتی که گمانبر پیدا کرده میشود وقتی که نشانه پیدا میشود یکم حالت کاری که اجرا کرده میشود این ایزولیاسیون بیمار میگم یکم باید بیمار رو ایزولیاسیون کنیم که تا اون که از همون گرد و اطراف با دیگر نفر رو یعنی که بیمار رو پهن نکند و دویم حالت معاینه علاقمندان و علاقمندان رو حتما برای واکسین پیشنهاد میکنن زیرا این رو میگن که پیشگیری بعد تماس بیماری سرخچه در همون حالتی که همه خطرناکتر میباشد که در 2-3 روز پیش از پیداشوی دانچه و پس از 3-4 روز پیداشوی دانچه همین دوام 6-7 روز از همه روزهای خطرناکتر که زیاد خارج شوه یعنی ویروس به نظر میرسد که برای محیط اطراف یعنی که خطرناکتر میباشد بنابراین در تمام حالت اگر با گمانبر یا که تصدیق کرده شود بیماری با همین علاقمندان در حال واکسین میگذارند که زیرا واکسین اگر بگذار همون شخص یعنی علاقمند بیمار شده باشد و علامات بیماری معین نشده باشد هم واکسین و هنگامی که واکسین قبول میکند اون میتواند که همین مرحله بیماری که در اون شخص علاقمند میشد سبک کند بنابراین این هم یک راهی هم پیشگیری هم پیشگیری پنهانشوی بیماری و پیشگیری عاقبت‌های مثلا وزنی بیماری میباشد. خب با کدام عاقبت‌ها آورده رساندنش ممکن است این بیماری؟ بیماری اصلا بیماری سرخچه عاقبت‌های آریزه‌های وزن دارد. یکی از آریزه‌های آنها این پنیومانی میباشد، انسفالیت‌ها میباشد که این حالت‌ها میتواند به حالت‌های مرگ‌آور هم آورده رسانند. از این سبب باید که طبابتی استاسیونری گیرد. هر یک بیمار یکی به این بیماری گرفتار شده است باید طبابتی استاسیونری گیرد و دائم زیر نظارت متخصصای همین ساحه باید قرار گیرد. تشکر زیاد. از جانب مرکزی شما در این سمت چگونه کارها به سامان رسانده میشد؟ ما یک چند البته سبب‌های علاوه‌ای را در اینجا آشکار کردیم که مثلا از خودی خط سیر از منزل تا به مکانی تندرستی رسیدن هم میتواند یک چند نفر را پهن کند این بیماری را ما بین آنها. درست
البته هر یک همین چوربینی یا که اینچنین همین برنامه‌های تلویزیونی که معنای تشکیل کردن این برنامه‌ها این هم باشد بلند برداشتن سویه دانش اهالی می باشد. امروز هم ما تصمیم گرفتیم که متخصصا امروز در اینجا جمع آیند و فکر و عقیده شون و اوید پیشگیری بیماری هایی که با واکسن اداره شونده معلومات را پر پیشنهاد کنند و مردم از این بهره گرفته برای پهن شدن بیماری های سیرایتی کمک خودشون را رسانند. البته برای پیشگیری کردن بیماری های با واکسن اداره شونده در همین جمهوری تاجیکستان اینچنین در سطح ولایت هم قرار استراتژی اینچنین برنامه‌های ملی عملی میکند که این هم باشد مقصدش یکته برای پیشگیری کردن بیماری‌های سیرایتی می باشد. البته برای پیشگیری کردن بیماری سیرایتی امروز فقط همین فعالیت طبیبان یا که فعالیت مرکزی تشکل طرز حیاتی سالم به دستگیری شهروندان اینچنین والدان یعنی پدر و مادران نتیجه آور نمی شود. اگر وایها خود به خود تصمیم گیرند که باید همون گفت دکتر رو اینچنین مصلحت هایی که از طرف طبیبان می شود و از طرف مرکزی تشکل طرز حیاتی سالم می شود که باید پیشگیری کنند بیمار رو هر یک همون طلبات باید رعایت کنند و یک بیمار سر میزند یا که در خانه کودک بیمار می شود. من در اینجا حاضر اویدی بیماری سرخچه سخن رفت. همین وقتی که یکی از نشانه های بیماری سرخچه پیدا می شود بسیاری وقت از طرف طبیبان اویلوی ناراضگی بیان می شود که سری وقت آمده با دکتر طبی اویلوی مراجعت نمی کنند. این یکی از کمبودی های والدین می باشد که پهنشوی این بیماری و مساعدت میکنند. خیلی که بیماری های سیرایتی اساساً از تازگی از شستنی دستان از تازه نگاه داشتن محیط خانه محیط جامعه وابستگی دارد. بسیاری وقت پیداشوی سرد زدن یکی از نشانه های بیماری شود اگر به اهمیتی ظاهر میکنند و در جایهای جمعیتی آزاد میگردند. این البته من از طرف متخصصان مرکز نظارت دولت اپیدمیولوژی هم گفته می شود که همه وقت ما باید خودداری کنیم از جاهای جمعیتی و اونچنین به تازگی رعایت کنیم که این بیماری پهن نشود و البته همه چاره هایی که امروز اندیشیده می شود این هم بهره سلامتی کودکان می باشد که کودکان آینده ما هست. برای همین هم اول ما والدین باید در فکری سالم بودنی کودکی خود فکر کنیم و سری وقت برای همین پیشگیری کردن بیماری هایی که با واکسن اداره شونده می باشد به مامونیت سری وقت همون واکسن را گیرند. اگر خودشون تصمیم گرفته به دکتران طبی اویلوی کمک نرسونن اگر مثلا طبی در همون منطقه ها یک نفر دو نفر دکتران طبی اویلوی کار میکنند و ها بسیارن. اگر ما دست جمعانه پیشگیری نکنیم اگر فقط دکتران گذراندن چاره‌بینی ها و یک خودی و یا از عهده این کار برآمدنشان مشکل می شود. برای همون ما باید امروز دست جمعانه این کار را کنیم که از بیماری های سیرایتی میموریم. تشکر زیاد. خوب ما درباره بیماری سرخچه سخن کرده ایستادیم و بسیارتر در پهلوهای آن باز ایستادیم. آن نفرانی که واکسن نگرفتند میتوانند پس از تماشای برنامه ما مثلا رفته واکسن گیرند؟ حتما. برای که این برنامه‌ای که امروز تأسیس داده ایستادیم مقصد از اون که و یا درک کنند که امروز بیماری‌های سیرایتی که با واکسن اداره شونده میتواند فقط پیشگیریش گرفتن واکسن باشد. برای همین هم ما دعوت میکردیم که شهروندان رو اینچنین والدین که امروز از واکسن دست کشیدن یا که حالی نگرفتن حتما باید کودکانشان را سری وقت برده واکسن کنند و از این بیماری تشکر زیاد. تنها در سن 1 سالگی گرفته می شود این واکسن؟ واکسن ضد بیماری سرچه بناگوشه گلفشان محدودیتی سن سالی ندارد. از این لحاظ
همه وقت ممکن گرفتن ممکن و نگفت که کودکم کلان شد تا 8 سال بله گذشت ممکن است همین 10 سال سری شد فکر لکن باشد. این محدودیت ندارد که خواهد آمده باید گرفتنش در کار اما با اینم به اعتبار گرفتن در کار که همه وقت ما تیار هستیم که آمدگی آدم به مامونت ایمونیزاسیون کنیم ضد بیماری سرچه. تشکر. یعنی در مرکزهای سلامتی این گونه شماری معینی واکسینا وجود دارد. واکسینه البته هستن. والدینایی که از گرفتن واکسینه برای کودکشان رد میکنند با اونها دکتری اویلوی منطقوی با اونها دکتری کلانی اویلوی صحبت میگذرانند میفهمونند هستند پدران مادرانی که بعد صحبتی ما راضی میشوند لیکن هستند پدران جوان فکر دارند که از این واکسینه ها فایده به کودک آنها نمیشود و نگیرتم بچم نقص نگیرتم میشد لیکن آنها خطا میکنند خطایی که یگان وقت پشیمان شدنشان ممکن. بله بله چونکه ما درباره خود بیماری درباره عاقبت‌های آن امروز بار دیگر یادآور شدیم و البته برای نگاه داشتن سلامتی کودک هر یک والدین باید چنین مسئولیت را به دوش گیرد و واکسینه ها رایگان است به فکرم. من باید گفته گذارم که یگان معما اویدی در سر است مدنی واکسینه ها با ولایت با یک شهر و ناحیه یگان پرابلم ندارد. اگر من آشکار کردم اگر هر ساله ما نزدیک 11 تا 13 میلیون سوم با واکسینه ها و مواد ایمنیزاسیون وارد میکنیم. همینو به یگان مامونت شهر و ناحیه در سر است کرده میشه. همه وقت چی یختان‌های مخصوص ناحیه و دادگی برای نگهداری واکسن یگان مانعی نیست فقط چی مردم باید درک کند که حکومت جمهوری تاجیکستان مبلغ کلان خراجات کرده واکسیناسیون کنی رایگان لکن این حساب کتاب خودش دارد هر یک واکسن تا ما با آمدنش یک پولی معین میبود. مثال عادی واکسن هپاتیت B زرد پروینی که ما ایمنیزاسیون میکنیم کودکای در 24 ساعت بعد تولد بعد واکسن پنتاوالنتی وارد میشه 2 ماهگی 3 ماهگی 4 ماهگیش و یک نبودی همین واکسن گیریم اگر تو ولایت ما آمدنش یک وایش $12 کتی وارد میشه. انا ببینید اگر 63,000 70,000 کودک ولایت تولد شود یک واکسن چند صد هزار دلار خراجات میشه. اینو همش حساب کتاب دارد. برای همین من باز تکرار شدم میگفتم که پدر و مادران محترم اینا به اعتبار گیرن. این البته حرکت دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت تندرستی حکومت ولایت که ما همین روز به یگان مانعی تامین کردیم. تشکر زیاد. خب در فرجام صحبت می‌خواستیم که توصیه و پیشنهادهای شمایان مهمانان و متخصصان طبیبان را بابت موضوع امروز انتخاب کرده بشنویم تا که بیننده‌های عزیز و ارجمند ما ممکن است عین حال آینه نیلگونی خویش را به شبکه ما پیوست کردند باز هم در بابت همین بیماری پیشگیری آن و چگونه مهم بودنی واکسن معلوماتی داشته باشند. مرحمت. مراجعت کرده به تماشابینان گفتنی هستیم که همین سری وقت واکسینه و فرا گیرند کودکان خودشان را و وقتی که نشانه بیماری پیدا می شود با خود معالجه مشغول نشده به دکتران طبی اویلوی منطقهشان مراجعت کنند و وقتی که یکی از نشانه ها پیدا می شود از جایهای جمعیتی خودداری نمایند و برای پیشگیری کردن این بیماری ها به تازگی رعایت کنند در جاهای جمعیتی اینچنین خانه و میز خود را تازه نگه دارند. البته این تازگی گروی سلامتی می باشد. باید پدر و مادران و بابای و ماماها یک چیز به اعتبار گیرند. بسیار دولت‌های دنیا قانونی خودش دارد. وقتی که مرز همون جمهور رو می‌دارد باید کودک شناسنامه ایمنیزاسیون خودش رو پیشنهاد کند. نباشد وارد کنیش همچی اونجا نمیماند. حاضر ما با مرکزی ما که مرکزی ایمنیزاسیون ولایتی هست هر سال ما با همه مراجعت میکنم بسیار که به دیگه دولت‌ها خوانده نمیرم. بله. رفتم خطای میمانت درآمد امتحان سپاری داخل شد میبیاد میگوید که شناسنامه ایمنیزاسیون بیارید بعد اومده مراجعت کرد میگردن که ما با کارت تیدو نوشته تیدو ما نوشته داده نمیتونیم از جای زیست باید گرد همین هم باید به اعتبار که آینده
خواهند که کودکشون آمرز تاجیکستان بمالات برود دیگه دولت ها رفته خواند متخصص شود اینم با اعتبار گرفتن در کار که ما همه خیلی همشه باید فهمانیم و ایمونیزاسیون همه نمودش رو باید بگیریم. البته گرفتنش لازم ختمی است. بعد کودکس جمهوری تاجیکستان هست، کودکس تندرستی جمهوری تاجیکستان ماده 106 همونجا نوشته که هر یک شخص گرجدانی تاجیکستان باید که حتما بر ضد بیماری صورتی موافق تقویم ملی ایمونیزاسیون گیرد. اینا با اعتبار گرفتن در کار قانون های داخلی حجت های داخلی از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان همش تصویب شده. ما باید البته اجرا میکنیم تمام مردم دستگیری کند پدر و مادر دستگیری کند همه البته پیشروی میشد اویدی فراگیری با ایمونیزاسیون همه بیماری که هنگامی معاین کردن در این کودک خود یا در والدین خود یا نشانه های این بیماری البته به چنانکه معلوم بودم به دکتر اویلوی و متخصصان صورتشناس مراجعه نمایند و برای پیشگیری نمودن پیداشوی آریزه های این بیماری به دکتر مراجعه کرده تبابت رو سریع وقت گیرم. در اینجا ما بسیار درباره واکسن گپ زدیم. کودک رو وقتی که به واکسن دعوت میکنن همشیره اویلوی باید کودک اقلا در دوام یک هفته تصفیه بلند داشته باشد، در بدن یره کشوده نداشته باشد و عین حالی تشنجی بلند نداشته باشد. در همین حال کودک را بعد معاینه دکتر اویلوی به واکسن راه داده می شود. والدین التماس از روی تقویم ملی جمهوری تاجیکستان همه واکسینه ها را برای به کودکتان گذرانید. این فایده کلان برای آینده سلامتی فرزند شما می باشد. سه نقطه مهم باید قطع کنیم. واکسن منفیتش این یکم گفتن این رایگان است باید به نظر گیریم. دوم این بی خطر است و سوم این فایده آور هم از جهت اقتصادی هم از جهت سلامتی در آینده برای عائله می باشد. زیرا این واکسن را دوام یک چندین 10 سال است که استفاده برده ایستادند و بی خطری آن الکی چندین مراتب تصدیق شده اینا به نظر گیرند. حالی که زیرا تا حال مردم فکر میکنن که اگه خیلی ضرر دارد این چیزا باید مخصوصا با انمی واکسن ضد بیماری سرخچه و دیگر واکسن که عین حال گذرانده ایستادیم همش یعنی که بی خطریش تصدیق داره افته است. این رو به یگان یعنی که ترس و هراس که آماده با مؤسسه مراجعه کنند و یعنی واکسن رو برای کودکانشان گیرند زیرا که آنها کودک هستند سلامتی آنها سلامتی آینده آنها در دست والدین آنهاست. تشکر سو. عرض سپاس برای اشتراک. تشکر برای پیشنهادی معلومات ها و البته توصیه و مصلحت ها. در فرجام گفتنی هستیم که هر یک پدر و مادر نسبت سالم بودن فرزندش وظیفه دار است و باید فرزند خود را موافق تقویم ملی ایمونیزاسیون جمهوری تاجیکستان واکسینه کند. موافق ارزیابی تشکیلات عمومی جهانی تندرستی واکسینه ها هر سال حیاتی از 2 تا 3 میلیون نفر را نجات می‌دهند. موافقت برنامه های ایمونیزاسیون از سطح بلند فراگیری با واکسینه وابسته است. واکسینه به واسطه آدمانی واکسینه شده را و به این واسطه تمام جامعه را توسط مسئولیت کلکتیوی محافظت می‌کند و از این رو انتقال و پخشش بیماری‌های با واکسینه پیشگیری شونده کاهش می‌یابد. واکسینه راهی اصلا ثمرناک حفظ کودک از بسیار بیماری‌های سیرایتی خطرناک و حالت‌های مشکلی‌های وابسته به آنها میباشد. همه این بیماری‌ها چخیلی که اینجا متخصصان گفتن روش وزنی آنها و عذاب و عقوبتشان را با واکسینه پیشگیری کردن ممکن است. اصلا مهم از خاطر نبرارید سالمی ما این مسئولیت هر یکی ما و شما به حساب می رود. بینندگان گرامی این بود تاکشوی نوبتی طبیبی اویلوی من در تلویزیونی ولایت سود. با شما بودم نسیمی عبدالزاده. برای تهیه برنامه و مرکز تشکل طرز حیاتی سالم در ولایت سود سپاسی به اندازه ابراز می داریم. باقی دیگر سلامتی خویش و نزدیکانتان را دائما احتیاط بکنید. خیر تا برنامه های آینده تنسیت و خانواده باشید.